10 ماه پیش مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای ساختن راه خواجه علاوارخ توافق کرده بودند. این سازش تا حال در روی کاغذ مانده است. وزیر نقلیات تاجیکستان حالا از آمادگی کشورش برای بنیادی راه مذکور خبر داد. بعد از اون که پروتکل امضا شدگی بود، پروتکل 39، معاون من در اونجا بودم، با همتاهای قرقیز خود صحبت کردند و بعدا با صاحب‌های که وابسته به همین پروتکل هست موافقت گذاشته شد و ما از جانب وزارت آماده هستیم که دلخواه وقت از جانب کمیسیون حکومتی اشاره که شد ما هم برای گذراندن کارهای عکسبرداری و توپوگرافی و هم برای ساختمان خود راه آماده هستیم. یعنی اینجا مشکلات از جانب وزارت نمیبینیم. بر اساس توافق هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان که ماه می سال گذشته حاصل شد، دو کشور راه خواجه علاوارخ را یکجایه می‌سازند و تاجیکستان آن را نگاهبین می‌کند. ولی دیرتر مقامات قرقیز گفتند این راه را خودشان می‌سازند. بار دوم روز 29 ینور نمایندگان دو کشور گفتند بعد 8 روز به عملی کردن این سازش شروع می‌کنند، ولی ساکنان محلی می‌گویند تا حال عملی نیست. یگانه راه به جماعت وارخ حالا از میان دهه اقصای می‌گذرد. در بسیار مناقشه‌های مرزی ساکنان قرقیز تبار دهه اقصای این راه را محکم می‌کنند و 40,000 ساکن جماعت وارخ عملاً از رفتن به دیگر قسمت‌های تاجیکستان محروم می‌شوند. اینچنین باشندگان وارخ بارها شکایت کردند که در وقت گذشتن از میان دهه اقصای طرف ماشین آنها سنگ‌اندازی می‌شود. برخی کارشناسان می‌گویند با ساختن راه نو این مشکل‌ها تا جای برطرف می‌شوند. یکم از اینجا قرقیزایی که در اینجا همون کمتر خواجگی زندگی دارند، اینها قرقیزای تهجویی هستند که از اول با تاجیک‌ها مناسبت خوب داشتند و شهروندان تاجیکستان بودند. یکم مسئله. دوم مسئله، در اینجا مردم زیاد زندگی نمی‌کنند و امکانی در اینجا قرقیزها حدود خود را وسیع کردن ندارند در این راهی که داده است. این دوم مسئله. و سوم همون راه تاریخی که در زمانهای پیش به وارخ می‌برد همین راه است. یعنی ما همین راه پیشینی وارخ رو برقرار می‌کنیم. مقامات قرقیزستان از جمله رهبر کمیته امنیت ملی این کشور تصدیق میکنند که باید به وارخ راه داده شود، اما دقیق نیست که چرا مقامات این کشور در ساختن راه نو تأخیر دارند. برخی ها در تاجیکستان باور دارند که قرقیزستان راه وارخ را همچون ابزار فشار نسبت تاجیکستان استفاده میبرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.